بچه‌ها، من هادی آرتیکس هستم و اومدم امروز به شما آموزش ادیت بدم. چرا؟ چون خیلیاتون تو کامنت ها نوشته بودید که آموزش ادیت بذار، با چه برنامه ادیت میزنی و اینا. من امروز اومدم برای شما آموزش ادیت بذارم. برای ادیت زدن مثل من به 2 تا برنامه نیاز دارید، یه دونه کپکات و یه دونه هم اینشات. که اول از همه باید وارد کپکات بشید. بعدش هم باید روی نیو پروژکت بزنید و اونجا ویدیو خودتون رو انتخاب کنید و بعدش هم باید اد رو بزنید که ویدیو شما وارد اینجا بشه. و اگر شما میخواید این سایز بندی کادر رو عوض کنید باید روی کروپ بزنید و از اونجا هم باید روی 3:4 بزنید که ویدیو شما تبدیل به 3:4 بشه. بعد از این باید مثلا میخواید یه جایی از ویدیوتون رو کات بزنید. چیکار میکنید؟ اون اسپلیت پایین رو میزنید که اینجا کات بخوره و بقیه ویدیو رو پاک میکنید. از این طرف هم میذاریم که رو اون جای ویدیو مشخص برسه و روی ویدیو ضربه میزنیم و اسپلیت رو میزنیم و بقیه ویدیو رو پاک میکنیم. حواستون باشه که اون نشان کپکات هم آخر ویدیو کات کنید. و الان ما یه ویدیو خام داریم که میتونیم روش ادیت بزنیم. و از اینجا ما واسه نوشتن روی گزینه تکست میزنیم. از اینجا هم روی گزینه اد تکست میزنیم که بتونید مطلبتون رو وارد کنید. مثلا من برای مثال اینجا مینویسم براتون سلام. و اینجا شما میبینید که سلام من پیوسته نیستش. برای حل مشکل باید چیکار کنیم؟ باید بریم بیرون از برنامه. حالا کپکات رو میبندیم و دوباره وارد کپکات میشیم. حالا هم وارد گزینه میشیم و بعدش هم روی اون مربع بالا ضربه میزنیم و روی این انگلیش ضربه میزنیم و بعدش هم وارد این گزینه میشیم و رو عربی تیک میزنیم که اینجا عربی بشه زبان ما و دوباره میریم اونجا و این پروژه‌مون رو باز میکنیم و الان میبینیم که اون سلام ما دیگه پیوسته شده و میتونیم دیگه بنویسیم متن رو. و حالا چجوری میتونیم ما این شکل سلام رو عوض کنیم؟ بعد بزنید رو علامت و الخطوط رو انتخاب میکنیم که بتونیم یه فونت خوب واسش انتخاب کنیم. ولی وقتی میایم اینجا ببینیم فونتاش مثلا واسه زبان انگلیسی و اینا هستش و ما نمیتونیم فونت خوبی روش بندازیم. پس دوباره برنامه رو میبندیم، میریم توی اینترنت. اینجا میایم لاله‌زار و فونت لاله‌زار رو میریم دانلود میکنیم. چجوری؟ مینویسید فونت لاله‌زار و روی اولین سایت کلیک میکنیم و اینجا دانلود فونت رو میزنیم که به صورت یه فایل میادش تو فایلاتون و اینجا برنامه رو میبندیم، میریم دوباره توی کپکات. البته یادتون نره که کپکات بخواید برید توش و کارشو انجام بدید به فیلتر شکن خوب نیاز داره، پس جام به نظر من استفاده کنید. حالا روی این گزینه علامت میزنیم و اینجا روی گزینه الخطوط میزنیم که بتونیم فونت ها رو انتخاب کنیم. حالا چجوری ما فونت لاله‌زار بیاریم؟ رو خطوطی میزنید و تحمیل رو اینجا میزنید که این 2 تا گزینه رو میاره و اینجا رو خطوطی میزنید که اینجا فایل لاله‌زار رو برای شما نشون بده. تیکش رو میزنید و اونجا فتح رو میزنید. و حالا ما میبینیم که فونت لاله‌زار اینجا اومده و برای تغییر دادن شکل اون سلام روی گزینه المسرات میزنیم و اینجا آرت‌های مختلف رو میبینیم که خودتون میتونید انتخاب کنید. مثلا این آرت هستش که من زیاد استفاده میکنم، یا مثلا واسه جمله‌های کلیدی یا همون حرفای کلیدی روی اون آرت طلایی ضربه میزنم که مثلا خفن‌تر و اینا بشه. و اینجا هم میتونید آرت‌های مختلف رو انتخاب کنید و اینا. حالا واسه افکت اومدن اون کلمه‌مون باید روی عروس و متحرکت بزنیم و اینجا میبینید که شکل‌های مختلفی میاد. ولی من خودم بهتون پیشنهاد میدم که روی این گزینه جستجو بزنید و اینجا هم کلمه اقتراب رو وارد کنید که یه افکت باحالی واسه شما میادش و اون رو روی کلمه‌تون اجرا کنید. حالا مثلا تو ادیتای چیاکو دیدید که مثلا یه جا عصبی میشه و ویبره میاره، باید چیکار کنیم؟ بعد یه جا از ویدیومون رو 2 تا کات بزنیم که یه قسمتی از ویدیومون کلا کات باشه و اینجا باید بریم یک صفحه قرمز دانلود کنیم. حالا کل این گزینه‌ها میریم بیرون و اون گزینه التراکب رو میزنیم که بتونیم اون صفحه قرمزمون رو بیاریم. حالا من خودم دانلود کردم اون صفحه قرمز واسهتون آوردم و حالا ما اون صفحه قرمز اون رو انزه ویدیو میکنیم و روی اون گزینه وصل میزنیم که واسه ما گزینه‌های خیلی متفاوتی میاره. ولی خب ما روی گزینه تراکب میزنیم یا همون اوورلای و اون درصدش رو میاریم پایین‌تر که قشنگ چیز بشه، سایه طور بشه اون قرمزی. حالا چجوری ویبره رو بیاریم؟ میریم بیرون
بیرون از همه اینا، حالا ما رو المسلط یا همون افکت کلیک میکنیم و ویدیو افکت یا مسلط رو ویدیو رو روش کلیک میکنیم و احتراز رو روی این ویدیو وارد میکنیم که همون افکت ویبراتوریه و ویدیو ما میبینیم که همونجوری این چیاکو عصبی طوری میشه. خب ما چجوری میتونیم مثلا رو ویدیومون زوم کنیم؟ باید اول روی ویدیو کلیک کنیم و اونجا اون چارزلی یا هم مربع برعکس رو بزنید. حالا برای زوم کردن و عقب رفتن ویدیو یکیه. اگر میخواید زوم کردن یا عقب رفتن ویدیوتون خیلی سریع باشه باید به این اولیه نزدیک باشه و اگر میخواید که خیلی کند باشه باید به این اولیه دورتر باشه، یعنی ثانیه‌اش بیشتر باشه. حالا روی این دومیه نگه میدید و این ویدیوتون رو زوم میکنید یا عقب میبرید هر چقدر که میخواید و حالا اگر نگاه کنید میبینید که این ویدیوتون داره به اندازه همون قدری که میخواید عقب میره. شما میبینید که تا آخر این ویدیوتون داره همونجوری عقب میمونه. پس چیکار میکنید؟ یه دونه دیگه بعد از اون از همین چارزلیا میزنید و این ویدیوتون رو به حالت اول برمیگردونید که این زومتون بعد از اینکه زوم شد یا عقب رفت دوباره به حالت عادی برگرده. این بود تمام کاری که ما تو کپکات کردیم. حالا از این ویدیو خروجی میگیریم، یعنی همون تصویره رو میزنیم این ویدیو با کیفیت 1080 تو گالری ما ذخیره بشه و حالا ما میایم بیرون و روی اینشات کلیک میکنیم و وارد برنامه اینشات میشیم. رو گزینه ویدیو میزنیم و ویدیویی که ما خارج کردیم و روی اینشات میاریم و یادتون باشه که اون اینشات پایین هم حذف کنید که فری ریموو داره و ممکنه که بعضی وقتا هم مثلا تبلیغی چیزی بیاره. حالا ما رو ویدیو کلیک میکنیم و اون کروپ رو میزنیم و گزینه 3:4 رو انتخاب میکنیم که ویدیو ما به 3:4 تبدیل بشه و حالا میمونه نوبت ساند افکت ها. پر روی اون گزینه آدیو ضربه میزنیم و راستی بهتون بگم که خود اینشات افکتایی داره، یعنی اون ساند افکتایی داره که به نظر من برای مبتدی‌ها خیلی خوبه ولی به نظر من به درد نمیخوره. به نظر من برید تو همون نت دانلود کنید و بیارید اینجا، یعنی همون ریکورد بگیرید از اون ساند افکتی که داره پخش میشه و بیاریدش توی قسمت میوزیک ایمپورتد رو بزنید. اون بالا وقتی ایمپورت میوزیک رو بزنید اکسترکت آدیو فرام ویدیو رو وقتی روش کلیک کنید میتونید ویدیوهایی که ریکورد گرفتید و مثلا صداهاشون رو بردارید که من اینجا خب ساند افکت رو واسه خودم چه میدونم آماده کردم. ساند افکتی که نیاز دارم و اول ویدیو میذارم. یعنی چی؟ یعنی ساند افکت مشت. حالا اینجا هستش که عصبی انگار، اینجا یه ساند افکت داد زدن نیازه. پس میوزیک رو میزنی ایمپورتد رو میزنی و ساند افکت داد زدن رو اینجا وارد میکنیم و روی اون جایی که داره ویبره میره این ساند افکت رو قطع میکنیم و بقیه‌اش هم پاک میکنیم. و ما این بوده کل آموزش ادیتی که من میزنم. پس ممنون میشم که اگر آموزش‌های دیگه میخواید تو کامنت آسان بنویسید و این چنل رو ساب و لایک کنید که یه حمایتی هم بشه و فعلا